اهدای قلب جوان 23 ساله‌ای عشایری در دشتستان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت از اولین ایثار ماندگار استان بوشهر خبر داد و گفت قلب و چند عضو دیگر جوان عشایر دشتستانی با رضایت خانواده 9 دوستش اهدا شد. جوانی که از امروز در 4 کالبد دیگر ادامه زندگی خواهد داد. اعضای احسان حسنی، جوان عشایر دشتستانی که روز اول فروردین بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت پدر و مادر مهربان و فداکارش به بیماران نیازمند اهدا شد. قلب، کبد و 2 کلیه این بیمار به وسیله بالگرد به شیراز بیمارستان پیوند اعضای ابوالسینا منتقل و اونجا به یک آقای قلبشون به یک آقای 48 ساله، کبد و 2 کلیه و 3 بیمار دیگر در بیمارستان پیوند اعضای ابوالسینا پیوند زده میشه. احسان حسنی جوان 23 ساله عشایر از روستای شکرک دشتستان که متاسفانه به دنبال واژگونی با موتورسیکلت دچار ضربه مغزی شده بود، با رضایت خانواده بسیار مهربانش ناجی چندین بیمار نیازمند به دریافت عضو شد. اولین برداشت عضو به سال 1403 و هفتمین برداشت قلب در استان بود که مجموع برداشت عضو استان به 116 اهدا عضو تاکنون رسیده. من همینجا جا داره که از این خانواده متوفی کمال تشکر و سپاسگزاری رو داشته باشم که با درایتی که داشتند به 4 نفر دیگر جان دوباره میبخشند. پدر دلسوخته و داغدارش اما به رضای خدا و زنده بودن فرزندش در جسمی دیگر امیدوار است. زندم از دستم دیگه رفته بود، به خاطر رضای خدا که خدا ازش راضی باشه جان چند نفر نجات بده. فقط میخوام که خدا ازش راضی باشه. قلب زمان طلایی خیلی کوتاهی دارم. بالگرد اورژانس هوایی از ابتدای صبح ما آماده بودیم. فاصله از برازجون تا شیراز ما 40 نهایتاً 45 دقیقه میریم تا شیراز. و اما قلب مهربان احسان 23 ساله میرود تا در بدنی دیگر زندگی ببخشد. حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، دشتستان، برازجان. به محض بودم خبردار برگشتم، گفتم بیام هم برای عرض تسلیتی همین که واقعا خدا بهتون خط بده. کار بزرگم